عالمان بدعتگذار، عالمان سینه زن، عالمان امام تراش، عالمان قبر پرست، اینا سربازان ابلیس هستند اگرچه عالم باشند. و یقول الذین کفروا لولا انزل علیه آیة من ربه انما انت منذر ولکل قوم هاد. انسان های عاقل دور اندیش، شما نگاه کنید از همه دنیا شما نگاه کنید، متفکران اقوام متعدد میان مسلمان میشن. حتی در تشیع شما عاقلانشون رو، من اصلا میخوام اینجوری حرف میزنم، عاقلانشون و متفکرانشون نگاه کنید میان اهل هدایت میشن. در مقابل هر بارها اینو عرض کردم، هر قومی عاقل داره و سفیه داره. سفیهان ما، دنیا پرستان ما میرن سینه زن میشن، زنجیر زن میشن، میرن صیغه کن میشن. عاقلان اونها میان تابع کتاب سنت میشن. چقدر تفاوته. دایره رو وسیع‌تر کنیم. در سراسر جهان اینایی که مسلمان میشن اکثرا متفکرن، یا بسیاری از اونها متفکرن، اگه مبالغه نکنیم متفکرند، عاقلند، عالمند، دانشگاهیان. بعد از مدتها، بعد از سالها تجربه، با این همه حجمه ای که در سراسر دنیا یهود و نصارا و شاگردانشون در لباس اسلام تشیع بر علیه اسلام راه انداختند، هر کدوم بنا با ادبیات خودش، با همه اینها متفکران اینها میان مسلمان شدند. دشمنترین دشمنان اسلام از هندویسم، از بوداییسم، از مسیحیت، از یهودیت میان مسلمان میشن. اسلامی که این همه زیر چکمه. چرا؟ چون عقلشون رو به کار میندازن. به قول محمد غزالی مصری خدا رحمتش کنه میگه این دین متفکرانه، متفکران رو به خود جذب میکنه. ولی چرا تولستوی مسلمان میشه؟ چرا برنارد شاه مسلمان میشه؟ چرا ادبای بزرگ فرانسه بعضیشون مسلمان شدن؟ البته اینا هیچ کدوم حرفشو نمیزنن، اصلا این قسمت از زندگیشون مخفی میذارن. بلکه فکرشون رو به کار میندازن. امکان نداره انسانی که صنع خداونده در سراسر قاره های پنجگانه خدا را بخواد خدا برش هادی نفرسته، هدایت بخواد خداوند هدایت نکنه. امکان نداره. لیکن سفیهان غالبا با وجودی که آیه های خداوند زیر چشمشونه، زیر گوششونه، باز دنبال معجزه میگردن، معجزه مادی، برکه با چشم سر میبینند، با چشم دل نمیبینند. آیه های خداوند، نشانی های خداوند در زمین و در آسمان بیشماره، بیشمار. و فی الارض آیات للموقنین، همچون که قرآن کریم در سوره زاریات آیه 20 میفرماید در زمین آیه ها هست، نشانی ها هست. برای کی؟ برای یقین کنندگان، برای کسانی که دنبال یقینند، دنبال هدایتند، دنبال روشنیند، دنبال توحیدند، دنبال پروردگارشون هستند. خود تو ای انسانی آیه هستی. خلقتت، آفرینشت یک آیه هست، فرزندت یک آیه هست، همسرت یک آیه هست، غذایی که میخورید آیه هست، آبی که نوشجان میکنید آیه هست، پرنده‌ای که در آسمان پرواز میکنه آیه، ماهی که در دریا هست یک آیه، خود دریا آیه، رودخانه آیه، سیل آیه، کوه آیه، صحرا آیه، دره آیه. چیز که آیه نیست؟ خورشید آیه، ماه آیه، میکروب آیه، کهکشان ها آیان. و فی کل شیء له آیه و فی کل شیء له آیه تدل علی انه واحد. در هر چیزی آیه‌ای داره دلالت بر این میکنه که اون یکتاست. این یکتایی خدا را مسیح پرستان با غلو در مسیحیت سه خدایی کردند.
عزیر پرستان خدا را مادی کردند، اما شاگردانشون در لباس تشیع با قلوب در ائمه 14 خدایی درست کردند، در صورتی که محور قرآن اینه که خداوند یکتاست. برگ درختان سبز در نظر هوشیار، هر ورقش دفتری است معرفت کردگار. شما تصور کنید یه معلم برای اثبات یک نظریه روی تخت سیاه مثلا 30 تا دلیل میاره، 30 تا برهان میاره. بعد از اینکه سخنرانیش تمام میشه، درسش تمام میشه، یه دانش آموز کودن دست بلند میکنه، میگه که آقا ببخشید دلیل اینکه این نظریه درسته چیه؟ چه دلیل آقا؟ بعد از 30 دلیل آوردن، بعد از 40 دلیل آوردن تازه این سوال میکنید؟ معلوم میشه تو پرتید. در کتاب ها میارند که حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه در مسجد تدریس میکرد، درسش درس فقه بود و موضوعش راجع به نماز فجر بود. خود امام در پاش دردی داشت، با اجازه شاگردانش پاهاشو دراز میکرد، از شاگردانش اجازه میگرفت. مثل صوفیان امروز نبود که بیان پاهاشو بمالند و خدمتگزارش باشند. وقتی که یک در همین حالت تدریس میکرد، یک شیخ معمم بلند قد قوی الجثه وارد درس شد. ابو حنیفه رحمت الله تعالی شرم کرد، ادب بالاتر از نسبه، ناچارم پاهاشو جمع کرد و این شیخ محترم در گوشه از درس نشست و حضرت امام ابو حنیفه راجع به نماز فجر داشت تدریس میکرد که فجر صادق چیه، فجر کاذب چیه، نماز در وقت سحر حکمش چیه تا آخر. بعد از اینکه درس تمام شد، همین شیخ محترم با عمامه، با عبا، با احترام دستشو بلند کرد، گفت که سرورم اگر خورشید قبل از فجر طلوع کرد قبل از فجر طلوع کرد، نماز فجر چطوری بخونیم؟ ابو حنیفه گفت که اون وقت اون رسیده که ابو حنیفه پاشو دراز کنه. به خاطر ظاهرشو دیده بود، انسان زیر زبانشه دیگه، تا انسان حرف بزنه مشخص میشه که مستواش چیه. گفت اند اذن یمد ابو حنیفه در رجله، در اون وقت ابو حنیفه پاشو دراز میکنه. بعد از همه درس سوال میکنی که خورشید قبل از فجر که طلوع کرد نماز فجر چطوری بخونید؟ و یقول الذین کفروا لولا انزل علیه آیه من ربه. بینندگان ارجمند، این کائنات من شما بهش عادت کردیم و الا از شگفتی هاش انسان اصلا نمیتونه متوقف بشه. خود این کائنات معجزه. کیست که بتونه مثل این کائنات درست کنه؟ معجزه این کائناته، نه امام هپروتی دجالان که آقا یه روز تو سردابش میبرند، یه روز تو دامغانش میبرند و یه روز تو چمکرانش میبرند. قوانین خلاف طبیعت معجزه نیست، کل این طبیعت معجزه. شما وقتی در مقابل یک دستگاه بسیار عظیم قرار دارید، بسیار شگفت زده میشید، میگه ای چه دستگاهی است، چه چیزی درست کردن. یا که میگه نه آقا اگه این دستگاه بزرگه بدون برق کار کنه، سخن بیهوده‌ایه. همین که جای برق در این دستگاه هست، این خودش معجزه. این که قوانین خلاف طبیعت عمل بشه، این معجزه اصلی نیست، بلکه خود این طبیعت فی حد ذاتهی در همین حالتی که هستش معجزه.
آفرینش انسان معجزه. این که شما مریض میشید شفا پیدا میکنید، این معجزه. انسان وقتی که صبح برام میشه بگه اوه الحمدلله من صحتم خوبه، مشکلی ندارم، یعنی چی؟ یعنی هزاران دستگاه تو بدنت مرتب کار میکنه تو سالمی. ورزا در جسم خودت اندیشه کن تا عظمت خدا رو ببینی. فقط راجع به امراض خون تحقیق کنید، شاید بیشتر از 23 بند 23 ماده وجود داره راجع به امراض خون. چربی های ثلاثی، کلسترول، نمیدونم تا اعجوبایی که در این مورد نوشتن. هر ماده نسبت معینی داشته باشه، حد ادناش، حد اقصاش، حد مرضیش، حد خطرناکش، حد غیر خطرناکش. خود خون یک دنیای مستقلیه. امراض عصبی، امراض عضلات، امراض دستگاه گوارشی، امراض معده، امراض اثناعشر، امراض کبد، امراض دستگاه تنفسی، امراض قلب. انسان رو حیران میکنه اینا. و وقتی که شما میگه آقا من مریض نیستم، سالمم، همین سلامتت خودش یک معجزه فی حد ذاته. یعنی هزاران دستگاه در خون در جسم داره مرتب کار میکنه تا سالم باشی. به عنوان مثال اگه انسان یه ماری رو ببینه، یه عقربی رو ببینه، بترسه، چه رخ میده؟ چشم فوری عکسشو منتقل میکنه، عکس مارو، عکس عقربو، عکس شیرو، عکس گرگو، فوری این عکس رو منتقل میکنه به مغز. مغز فوری این خطر رو درک میکنه. مغز فوری دستور میده به غده نخامی یا هیپوفیز که از راه یک وسیط بین مغز و بین هیپوفیز یک جسم وسیط وجود داره و خود غده هیپوفیز یا غده نخامی در واقع ملکه دستگاه هورمونیه. دستور میده به آدرنال یا کازر که یه خطر داره میاد، فوری تصمیم بگیر. آدرنال به شکل هورمونی دستور میده به که ضربات قلب بالا بره. اولین کارش همینه. به مجرد این انسان دچار ترس بشه، درجه قلبش 140 درجه میشه بدون که خودش حس کنه. آدرنال امرش رو صادر میکنه به هورمون ها که درخشش رگ ها تنگتر باشه. همه رگ ها یا موی رگ ها در حولشون اعصاب وجود داره. به مجردی که هشدار بهشون برسه درخششش تنگ میشه. وقتی که درخشش تنگ میشه انسان چی میشه؟ زرد میشه، برای که خون رو حفظ کنه بر عضلات. الان دیگه شما نیاز به مثلا عرض میکنم به گونه گل رنگ ندارید. الان وقت خطره. الان باید از مرگ از اژدها نجات پیدا کنید. ولذا اولین امری که صادر میشه درخشش موی رگ ها تنگتر میشه و انسانی که دچار ترس شده زرد رنگ میشه. امر دوم اینه که ضربان قلب میره بالا و نبض به سرعت حرکت میکنه، خون رو به حرکت میده به طرف رگ ها، مثل یک آمبولانس که به سرعت 20 کیلومتر 30 کیلومتر نمیره، به سرعت میره. ولذا قلب به سرعت به تپش میاد، شرايين تنگ میشه، امر هورمونیشون صادر میکنن. امر سوم برای ریه ها، اینا خفقانشون بالاتر میره تا اینکه با قلب متوافق بشه به خاطر تصفیه خون.
دوباره امر چهارمی صادر میشه که مقدار قندی را که در خون هست بالا ببره. ولذا کسی که میترسه اگه خونش امتحان کنید میبینی قند خونش بالا رفته. 4 تا امر در بدن صادر شده به خاطر که شما یک مار رو دیدید، شما هیچی خبر ندارید، فقط مار رو دیدید. این همه دستگاه در بدنت کار میکنه. یه مار دیدید، یه عقرب دیدید، یه انسان دیدید اسلحه برات کشیده، یا خدای نکرده ماشین میخواد تصادف کنه، میبینی قلب 140 درجه رفته بالا، ریه ها به سرعت دارن کار میکنه، سرعت چون رفته بالا، چهرت زرد شده، خونت قند بیشتری پیدا کرده. یعنی چی؟ یعنی انسان تو خودت یک آیه هستی، یک نشانی هستی، یه معجزه هستی. حتی در حالت طبیعی هم یه معجزه هستی. انما انت منذر ولكل قوم هاد. یعنی ای محمد علیه السلام تو وظیفت تبلیغه، ابلاغه، ما علیک الا البلاغ. آیا امام تراشان کذاب و دجال قبول دارند که محمد فقط وظیفش تبلیغه؟ نه. تازه اون تبلیغ هم چیه؟ اون تبلیغ علی رو معرفی کنه بیا درست کن. خدا بلد نبود علی رو انتخاب کنه، یه واسط درست کرد. اصلا خدا لعنت کند ابن سبع یهودی را که این امامت ننگین را تراشید، که امامت گشته اصل این زلالت. امامی که بودی تابع دین شده اکنون خدا و اصل آیین، امامت گشته اصل این زلالت. اگر دانا قلوب را فاش کردی، 200 عالم نما پرخاش کردی. به قول علامه آیت الله برقعی. بعد یه روزخان دهن دریده‌ای به نام خامنه‌ای میاد نمیدونه چطوری از امامت دفاع بکنه. در طول تاریخ امامت جز با چاقو ثابت نشده، جز با ترور ثابت نشده، جز با قتل ثابت نشده، جز با نیرنگ ثابت نشده. بزرگترین نیرنگ بر علیه این دین، بزرگترین نیرنگ بر علیه توحید و قرآن و سنت. انما انت منذر ای محمد علیه السلام، تو وظیفت با تبلیغ کردن، با ابلاغ کردن وظیفت به اتمام میرسانه. ولی کل قوم هاد، در بعضی از تفسیرها این که هادی خداونده، یکی از نامهای خداوند هادیه، هدایت کننده. یعنی چی؟ یعنی یکی را با مرض هدایت میکنه، یه سرطان براش میفرسته، آرزو میکنه که بعد از شفاش که این سرطان قبلها میومد، که من میومدم به طرف خداوند. بارها عرض کردم، داستانها در این مورد درتون عرض کردم. یکی رو میبینی زندانی طولانی مدت هدایتش میکنه، یکی میبینی با شکنجه هدایت میشه، یکی رو میبینی با فقر هدایت میکنه، یکی رو با ذلت هدایت میکنه، یکی رو با اکرام هدایت میکنه، یکی رو با سخن هدایت میکنه، حرف سرش میشه، یکی رو با قال الله و قال رسول هدایت میکنه. انسان ها متفاوتن. ولی کل قوم هاد، هر قومی رو خداوند به وسیله یک روشی هدایت میکنه. هر قومی رو، هر شخصی رو، هر فردی رو، هر ملتی رو. این بعضی از معانیه. معنی دوم، هر قومی روشی برای هدایت داره. هر قومی هادیانی داره که بر طبق اون قوم، بر روش اون قوم اونها رو هدایت میکنه، بر اساس معیارهاشون بر زندگی. مثلا در عصر علم کسی که هدایتگر مردم میشه نیاز به علم زمان داره. صلاح عصر علمه، نیاز به علم داره. و در عصری که سحر، جادو
سرآمد زمان بود. موسی اومد ساحران رو مغلوب کرد. عیسی اومد عالمان رو مغلوب کرد، پزشکان رو مغلوب کرد. در زمانی که طب و پزشکی پیشرفت کرده بود، عیسی علیه السلام با موعظه‌ای که خداوند بهشون داده بود بیماران بدون معالجه شفا میداد. در عصری که بلاغت و سخنوری و خطابت سلاح زمان بود، پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم کتابی اومد، با کتابی اومد معجزه آساک تا روز قیامت نه عرب و نه عجم شبیهش را نتونستند بیارند و نخواهند توانست، نه جن نه انس. ولی کل قوم هاد، هر قومی هدایتگری داره بر مبنای ارزش هاشون، طبیعتشون، معیارهاشون در زندگی، اونها رو هدایت میکنه. تا اینجا من توقف میکنم. انشاءالله که آیه 8 رو در جلسه بعد اگه خدا عمری بده بریم سراغ کلیپ هاتون. سیل در ایران و نابودی امامزاده داود در تهران. کسانی که عقلشون رو تعطیل نکردن، چشم و گوششون را تحویل آخوندهای دجال ندادند، همین کافیه که بدونن امامزاده رو که سیل میبره این دیگران نمیتونه شفا بده. کل اگر طبیب بودید در سر خود دوا نمودید. برای عاقل همین کافیه. نه آقا وهابی ها میگن آقا وهابی مهابی چیه؟ خدا بهت عقل داده. سیل اومده، سیل سرباز خداست. هر چیزی که در این کائنات میبینی سرباز خداست. و ما یعلم جنود ربک الا هو، سربازان خدا را جز خداوند کسی نمیدونه. این امامزاده را برداشته برده. یعنی ای مردم بفهمید، کور نباشید، کر نباشید. اگه امامزاده میتونست خودشو نجات بده شما رو نجات میداد، ولی آخوند پلید میذاره مردم بیدار بشن. آسمون رعد برق میزد، صدا نداشت، همش برق بود. بعد یه دفعه بارون گرفت، عرض 5 دقیقه آب را افتاد سر اون پلو جلو. آب که رسید اونجا دیدم 3-4 تا ماشین داره میاد این سمت پایین. توی ساختمونی هم که بغل دست ما هستش خانم آقای دی کرده بودن که متاسفانه خانومه رو سیل برد. آقا رو ولی کمک کس هم خانم رو نجات دادیم. متاسفانه امامزاده هم که از زیر نابود شده. کلی هم ماشین رفته. خدا کنه که این مصیبت ها سبب بیداری مردم باشه.
گزارشگران بلوچ: ناامنی و ربودن شهروند در داخل شهر زاهدان. به گزارش گزارشگران بلوچ، شامگاه روز جمعه 7 مرداد 1401 یعنی دیروز، یک گروه از مخلان امنیت با دو دستگاه خودروی سواری یک شهروند بلوچ را ربودند. این کارها روزمره در بلوچستان به وسیله سپاه، به وسیله بسیج، به وسیله درندگان ولایت و امامت. هویت شهروند ربوده شده هیقاف اهل زاهدان عنوان شده است. در میان عدم اراده نیروهای امنیتی در تأمین امنیت شهروندان، علل خصوص بلوچ‌ها، در هفته‌های اخیر گزارش‌های بسیاری از شمار بالای سرقت منازل، سرقت منجر به مرگ، قربانی، گروگانگیری و در شهر زاهدان رسیده است. گفتنی است که رشد ناامنی و کشتار شهروندان بلوچ توسط افرادی ناشناس در شهرهای مختلف بلوچستان انتقادات بسیاری را متوجه نهادهای نظامی و امنیتی و در رأس آنها قوه قضاییه رژیم جمهوری اسلامی ایران کرده است، به طوری که بسیاری از فعالان اجتماعی و سیاسی بلوچستان معتقدند ایجاد و اجازه تکرار زیاد آن به صورت کاملا سیستماتیک در حال اداره شدن از سوی برخی از داخل حاکمیت می باشد. تخریب منازل توسط نیروهای بنیاد مسکن شهرستان چابهار و ایجاد رعب و وحشت بین کودکان. بازم گزارشگران بلوچ. به گزارش گزارشگران بلوچ، روز جمعه 7 مرداد ماه 1401 نیروهای بنیاد مسکن شهرستان چابهار با سرپرستی مهدی صبا و مصطفی بامری کپرهای مسکونی شهروندان بلوچ در کمپ را تخریب و در بین کودکان ایجاد رعب و وحشت کردند. گفته می شود نیروهای بنیاد مسکن زمانی که والدین این کودکان برای کار به داخل شهر رفته بودند، این نیروها با بدرفتاری با کودکان بلوچ آنها را از کپرها خارج کرده و محل زندگی آنها را تخریب کردند. گفته نیست که مناطق و روستاهای حاشیه شهر چابهار مانند کمپ، البته شما نوشتید کمپ، نمیدونم کدومش درسته، کمپ مرادآباد، هوتآباد، زمین، عثمان آباد، ترستر و همواره مورد یورش نیروهای بنیاد مسکن و گاهن همراه با نیروهای نظامی قرار گرفته و مناظر مسکونی افراد فقیری که در آنجا ساکن هستند تخریب می شود. بله، این آیین وحشی پروا رو ببینید که چیکار میکند. شما در تمام اقوام دنیا این چون توحشی وجود داره که روحانیت دجال در میان شیعیان یا بعضی شیعیان ایجاد کرده. شیطان رفته در پوستش مستش کرده دیگه. یعنی خریت بالاتر از این، عذر میخوام، نفهمی بالاتر از این. حضرت زینب این نفهمه ها را لازم داره، این لاتلوت ها را لازم داره. بر حال اینها باید گریست. ملتی که اصحاب محمد را فوش میدهد، خداوند را ببین چطوری به دست خودشون ازشون انتقام میگیره.
امامزاده داود طی پیغامی از مردم تهران معذرت خواهی کرد و گفت دیشب خواب بود که سیل اومده آدم کشته و زخمی کرده. حالا باز شما حاجتی داشتیم بیایید پول بریزیم من روا میکنم. بفرمایید. دیشب سیل اومده خواب بوده ها. بله. آقای شکری شهریار پیام شما رو الان منتشر کردم یه لحظه قبل. آقای قاسم بارکزایی هدایت شده. سلام علیکم استاد، بنده داستان هدایتم رو با ارسال پارسال قبل از اینکه شبکه توحید قطع بشه فرستادم و خواندید و در شبکه آخرین ماهای زمستان بود فکر کنم که فرستادم با اون واتساپ من رو اضافه کردید. این شماره دیگه منه اگه اشتباه نکنم، با اسم قاسم هدایت شده اضافه کردید. بسیار خوب. شام، حلب. شبه نظامیان جنایتکار ایرانی مسجد ابوبکر صدیق در شهر حلب را به آتش کشیدند که خداوند این آتش رو در قلب خامنه‌ای و بشار و قبر خمینی و قاسم سلیمانی و بقیه جنایتکاران بیندازد. این مسجد یک بنای تاریخی است که در زمان امپراتوری عثمانی در قرن 19 ساخته شد و در سال 2013 شهرداری یک بلوک جدید در کنار و جدا از آن ساخت تا نمازگزاران مجبور به اقامه نماز در آن کنند. شبه نظامیان ایرانی شروع به گذاشتن سپال در بلوک جدید کردند تا نمازگزاران رو روی آن سجده کنند و دیروز بلوک جدید همانطور که مشاهده می شود به آتش کشیده شد. لعنت خدا بر خامنه‌ای و یارانش باد. نمیدونم چه از دست جمع الصديق شرف الكامل. جمع الصديق يوم الجمعة الساعة 4:30. شگرد جنایتکاران مدعی تشیع اینه که هیچ گونه آثاری از اهل سنت هر جا که رسیدن نباشه. ایرانی که 1000 سال اهل سنت بود، بزرگترین افتخارات اسلام و ایران آفرید، نگاه کنید چه آثاری الان در شهرهای بزرگ ایران وجود داره. همه شهرهای بزرگ سنی نشین بوده، حتی قبرهای بزرگان سوزوندن. و چرا من میگم تشیع از یهودیت خطرناک تره؟ علتش اینه. ضيف الكامل يا ربي دخيلك يا ربي دخيلك. اللهم لا أسألك رد القضاء بل أسألك اللطف فيه يا ربي دخيلك يا ربي دخيلك يا ربي دخيلك. السلام يا لطيف 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 يا لطيف. تصویر بالا از مسجد ابوبکر صدیق در حلب در سال 1936 می باشد. جمعیت 1000 نفری از مسلمانان برای بیرون راندن نیروهای اشغالگر فرانسوی از این مسجد تظاهرات را شکل داده و خواستار خروج اشغالگران فرانسوی شدند. عمل مبارکی که در تاریخ درخشان اسلام بلاد شام ثبت رسید. و تصویر پایین
از آتش زدن همین مسجد درست چند روز پیش توسط نیروهای کینه‌ای و مجرم روافض می باشد که دشمنی با یاران رسول خدا صلی الله علیه و آله این گونه حتی با آتش زدن مساجدی که به اسم صحابه کرام هستند را نمایان می کند. بعد همین خامنه‌ای کذاب و دجال میگه که نه، اهانت به مقدسات اهل سنت درست نیست. دستبان این تصویر بزرگ نمیشه. الان بهتر شد. تصویر بالا که شما شرح دادید در زمان طرد فرانسویان، تصویر پایین که شیعه همین مسجد آتش میزنه. ولذا مدعیان تشیع از استعمار خطرناکترن، از صهیونیست خطرناکترن، از صلیبیت خطرناکترن، چون منافقن. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. فسادی را که خامنه‌ای و خمینی و مدعیان تشیع در ایران و در عراق و در سوریه و در یمن به وجود آوردن، صهیونیسم در ظرف 70 سال در منطقه عاجز بوده. حتی در فلسطین این همینه کشته که شیعیان از اهل سنت در این 40 سال کشتن. نه اینکه اون پاکه، نه، مقصود این نیست. دست شما درد نکنه. سلام استاد، شبتون بخیر. علیکم السلام. شب شما بخیر. یه سوال داشتم. گاهی اوقات نماز 4 رکعتی رو اشتباه میکنم، میشه بعد از سلام دادن دوباره از نو 4 رکعت رو خون؟ نه، چرا خود اذیت میکنی؟ 4 رکعتی رو اشتباه میکنی، مثلا یادت نمید که 3 رکعت خوندید یا 4 رکعت خوندید. دقت میکنید؟ مبنا رو بر یقین بذار. مثلا یقین داری که 3 رکعت خوندی، 4 رکعت 4 رو مترددی، کاملش کن، بعد سجده سهو کن. و اگر 4 رکعتی بود، 4 رکعت خونده بودی، یقین داری که 3 رکعت خوندی یا اینطور، هر موقع در چنین حالتهایی مبنا رو بر یقین بذار، بعد کاملش کن، بعد یه سجده سهو انجام بده. دین خدا آسانه، لیکن شیطان به وسیله وسواس مؤمن رو اذیت میکنه و خود همین وسواس دلیل بر ایمانه که شیطان میخواد انسان رو اذیت کنه. و سوره های کوچک را میتونم به جای سوره های اخلاص بخونید؟ بله، هم سوره های کوچک میتونی بخونید، هم سوره های بزرگ میتونی بخونید. حتی قرآن رو جلوت میتونی باز کنید و بخونید. کسانی که حافظ قرآن نیستن، دوست دارن قرآن همیشه با قرآن باشن، شما تصور کنید در هر رکعتی شما 1 صفحه قرآن بخونید. خب روزی 19 رکعته حداقل فرض میکنید، غیر از سنت ها. شما روزی 1 جز تا 2 جز فقط در نمازها میتونید بخونید. نماز قرآن جلوتون بازه، چیزی بذارید و بخونید. حتی که رو دست هم گرفتید زیاد حرکت ندادید مشکلی نیست. مهم اینه که انسان همیشه با قرآن باشه. و این فتوای بنده نیست، فتوای علمای بزرگه. آقای امیر هدایت شده، این قسمت از آیه رو تفسیر کنید. فقتلوا انفسکم، خودتون رو بکشید، ذلکم خیر لکم. خودتون رو بکشید یعنی که کسانی که نافرمانی خدا کرده بودن به وسیله همون قوم کشته شدن. مقصود اینه، نه اینکه خودکشی بکنید. خودکشی حرامه. دوستی که شما به روسی میپرسید، من نمیدونم چی میگی. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته و مغفرت. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. استاد معذرت میخواهم،
اگر امکانیت شود اگر ایمیل های تلگرام برنامه رای کنید برای ما. عرض به خدمت شما من ایمیل ها رو خیلی کم چک میکنم. زمانی ایمیل گذشت، الان واتساپ جای ایمیل رو گرفت، جای تلفن ها رو گرفت. بهترین راه همینجا واتساپه، چون واتساپ همیشه چک میکنم در برنامه. آقای عبدالله از روسیه: آیا یا خدا گفتن به جای الله گفتن اشکال دارد یا نه؟ نه، اشکال نداره، ولی کلمه الله جامع تره. خدا یعنی رب، یک از صفات خداونده. الله اسم اعظم خداونده، همه صفات خدا رو شامل میشه. یا الله گفتن بهتره، اما گفتی یا خدا اشکالی نداره. دوستی که از روسیه تماس میگیرید، علیکم سلام و رحمت الله. شما پیام خودتون رو پاک کردید. از جمعه اعلام میکنم که در میان اهل سنت هیچ انگیزه نیست که اهل سنت رهبری داشته باشند، رهبر شیعه و سنی و همه ملت ایران. حضرت آیت الله خامنه ای مقام معظم رهبری هست. خب اگر رهبر سنی و شیعه آقای خامنه ایه، پس هر چه میگوید اطاعت کنید. اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. اگر ایدو هر موقع ایشون اعلام کرد اعلام کنید، اگر هر مخالفتی با بقیه مسلمانان کرد همچنین. بکن رهبر سیاسی کشوره، نه اینکه رهبر همه اهل سنت و شیعه. آقای حسن هدایت شده از بهبهان: دکتر به نظرت شرایط مهاجرت به عربستان سخته؟ عربستان اصلا ایرانی اجازه نمیده، ایرانی هیچ جا نداره. یعنی که عربستان اجازه اقامت دائم میده؟ نه، خیلی سخته برای ایرانی که محاله. تازه الان شرایط اقامت اونقدر سخت شده که از عربستان 10,000 نفر بلکه 100,000 نفر خارج شدن. یعنی هر مقیمی به خاطر بچهش، به خاطر هر فردی که در تحت کفالتش باشه هر ماهی 400 ریال باید بده. شما تصور کنید یه خانواده 5-6 نفرن، حداقل ماهی سالی 50 تا 60 هزار ریال سعودی باید فقط بر خرج اقامت بده، خرج بیمارستان به جا خودش، یعنی مخارج زندگی به جا خودش. نماینده کرمانشاه: من رای بیارم یعنی امام حسین رای آورده. من نماینده امام حسینم. اینا تشیع امام ها را ابزار دنیای خود قرار داده. اگه من بخوام بگم که آقا چه کارهای تبلیغاتی انجام بدین، نه در شأن بنده است نه در شأن شماست. سنگ تمام بذارید. من نمیدونم چرا بعضی کلیپ های شما میفرستید صفحه رو پر نمیکنه. اگه من بخوام بگم که آقا چه کارهای تبلیغاتی انجام بدین، نه در شأن بنده است نه در شأن شماست. سنگ تمام بذارید، چون اگر بنده رای بیارم توی شهر نمادی از امام حسین بودم، امام حسین رای آورده. هزینه کردن ائمه برای رای گیری مسخره کردنه دیگه. این مسخره کردن ائمه و اینا اسلام مسخره کردن. آقای سلطان سلیم: سیرک تبلیغاتی ولایت معاشان در ماه محرم. بهترین اسمش هم سیرکه. ماه محرم رو با این سیرک ها به ماه جاهلیت مبدل کردن.
این سیرک خرکی رو چند لحظه قبل منتشر کردیم. سیرک دوم نگاه کنیم. مداحان شیعه علی رو تبدیل کردن به خدا. بله. از ازل قبل از ازل حیدر خدایی کرده است. بس ازل قبل از اگر کسی اینها رو کفر ندونه مسلمان نیست. ازل حیدر خدا الله علی علیس الله عالم بود فرمود درست میگه در مذهب عارفان آقا نگفته در مذهب جاهلان گمراه. آفریدگارم حیدر حیدر رسم خداوندی شیر خداوندی خون خداوندی جان خداوندی نور خداوندی عین خداوندی هنوزم چه هنوزت مشخص. ای خدایا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، به آنچه که این سفیهان از ما انجام میدند ما را مؤاخذه نکن. ما از کفر اینها، شرک اینها، از اعمال اینها بیزاریم و تبرئه میجوییم و لعنت خودت را بر اینها بفرست که این چنین با دینت بازی میکنند. بشر هستی علی خداوندی. به امامزاده دیگر یه امامزاده دیگر هم آب برد. ملت بتپرست دوباره برید پول برید پایینا. امامزاده سید محمد بارده 7 5 عجب سیلیه. همش دنبال امامزاده هاست. از پنجره ها داره آب میاد بیرون. ای خدای سیلی بفرست قبر خمینی رو هم ببره. آقای مرتضی از خرمشهر، شما این همه پیام صوتی فرستادید، من آخریشو خواهش میکنم به جای پیام صوتی بنویسید، پیام صوتی نفرستید. تازه این هم که فرستادید نمیاد، خونده نمیشه، باز نمیشه. کسی کارش نصب محاوره است رو آوردم، خیلی تلاش کرد، همه کانال های دیگه خوب است، فقط همین فرکانس خیلی ضعیف است. روی فرکانس 11011 فقط شبکه توحید و رسول الله است و کانال دیگر روی این فرکانس پخش نمیشود. شما که باید ماهانه پول ماهواره بدید، چرا نباید فرکانس قوی تر داشته باشید؟ ما اهل سنت جز کانال توحید که فقه حناف رو بیشتر پخش میکنه کانال دیگه نداریم. خب اینو من دوباره میفرستم برای قسمت فنی. ایشون میگه که من حاضرم ثابت کنم در هر شهری که شما هستید فرکانس قویه. دیروز ازش خواستم، هنوز جواب نداده. ببینم امروز چیکار میکنه.
شماره که آخرش 9773 خریدن گندم و فروختن آن در زمستان مصداق احتکار هست یا خیر؟ بله و نه. اگه شما بخرید نگه دارید که از بازار جمع کنید که قیمتش گرونتر بشه اون موقع بفروشید، این احتکاره. اگر نه شما خریدید دیگران دارند در بازار هستش نگه داشتید بعدا قیمتش بالاتر رفت، این اشکالی نداره. اما احتکار اینه که شما این ماده رو از بازار جمع کنید خب و پنهانش کنید تا وقتی قیمت گرون بشه، این اسمش احتکاره. اما نه شما از خودتون نگه داشتید دیگران میخرن میفروشن، بازار آزاده، این دومیش اشکالی نداره. اولیش احتکاره و محتکر ملعونه، پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم ملعونش نمیده. آقای شکری حسین با همین اوضاع کرونا شفا میده، سخت در این بیمار کرونایی رو من خودم ببین، من 33 روز به دستگاه رسید، فقط تربت امام حسین بجوتم. بعد از اینکه تمام اطباء جواب کرد، از نظر علمی و پزشکی گفتن هیچ بازگشتی برای ایشون نیست، ریه 98% خراب شد، 2% من ریم باقی موند. دکتر باقری پا شدم، حالا ببین راه میرم، خودت زحمت کشیدی، وای آره دست درد نکن، آرام احسن منظورت نه، احسن. این فلان شده ها به همه ایمان دروغ گفتن، همه ایمان رو فریب دادن، هیچی در بساطشون نیست، در بساط ندن، اما فریب خوردیم. من نه راه پس نه راه پیش اینجا گیر افتادیم. نه، راه فریبش هر انسانی احتمال فریب خوردن داره، لیکن راه علاج چیه؟ راه علاج در موسیقی نیست، در شعر خوندن نیست، در بیدین شدن نیست. راه علاجش بازگشت درست به عقل، به منطق، به قرآن، به سنت پیغمبره. همون راهی را که آیت الله برقعی رفت، همون راهی را که دکتر مظفریان رفت از شیراز، همون راهی را که آیت الله شریعت سنگلجی رفت، همون راهی را که تا حدی کسروی و شریعتی رفتند، همون راهی را که همه مصلحان جهان اسلام از صدر اسلام تا الان پیمودند. تشیع یک حرکت انحرافی و ضاله و سیاسیه که بر علیه اسلام ایجاد شده. هر موقع ملت ایران این ترفند و این نیرنگ و فهمید، از این چاه زلالت میاد بیرون، اگر نه آقای علی از چابهار، مرگ خوشبختی یعنی چی؟ همین هفته در سماحات یک عکس یا یک ویدیو نشر شده بود. توحيد عباد الله ألا تشرك بالله سبحانه وتعالى وأن تموت على لا إله إلا الله. جوان ها دیده باشه یک جوان دعوتگر در وقت سخنرانی با مجردی که میگوید لا اله الا الله، همین را که با پایی تکبیر میرساند میغلطد، میبینن که جان به جان آفرین دست کرده است. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس.
قرائت‌های دلسوز شیخ محیسنی که یکی از خیران و نیکوکاران بزرگ مکه هست دل انسانو به گریه میاره تا چه رسه به این حالت. من تا حالا سراغ ندارم یک عالم شیعه با شهادتین مرده باشه. شما سراغ داری؟ نمیگم یک شیعه برای اینکه اعانت به هم عموم مردم شیعه نشه. آقای عمر ترکمن سلام. حضرت علی رزق را پخش میکنه. حضرت علی خودش رزق میخورد، چطوری پخش میکنه؟ خود علی گرسنه میشد مثل بقیه بشر، تشنه میشد، مریض میشد، بعدم مرد، به شهادت رسید رضی الله تعالی عنه. و یکی از شیعیان خائنش به نام ابن ملجم ملعون بر او خروج کرد و ترورش کرد که امروز اکثر طرفدارانش باندهای سیاسی رهبری از بزرگترین تروریست های دنیا هستند، از بزرگترین قاتلان و مجرمان دنیا هستند، از خمینی و خامنه‌ای و حزب شیطان و حزب هشت شعبی و زینبیون و فاطمیون و بقیه درندگان و چرندگان ولایت. همه این درندگی و چرندگیشون به خاطر غلو و افراطگری در عقیده دینی است و همه اینها منبعش حوزه های شرکیه هست. چی فرمودن امیرالمؤمنین علیه السلام؟ به سلمان و ابوذر فرمودن یا سلمان و یا جندب، من هستم که رزقها را تقسیم میکنم. خب نفهم گاوالله اگه او هست که رزق را تقسیم میکنه چرا خودش رزق میخورد؟ چرا خودش به رزق نیاز داشت؟ خداوند رزاقه، به رزق نیازی نداره، به هیچ چیزی نیازی نداره. اما علی چرا؟ اونگهی کسی که رزاق باشه به مخلوقات رزق بده خودش فقیر میشه، خودش میمیره، خودش مریض میشه، خودش ترور میشه. این نفرین خدا بر این افکار شما و بر این اقوال شما باد که این چنین با دین خدا و با ائمه اهل بیت بازی کرده اید. من هستم انا الذی احیی انا الذی امیت. خب خودشو احیی، خودشو زنده کنه. علی خودشو زنده کنه همه دنیا شیعه میشه. نعوذ بالله. منم که جون به بدن شما میدمم، منم که روح از بدن شما بیرون میکشم. فرمودن همه آنچه که خداوند. خب اگر روح از بدن دیگران میکشه، روح علی رو کی کشید وقتی ترور شد؟ خودش روح خودشو کشید. متعال خواسته در وجود خلقت خودش رو نشون بده به دست ولایت. این دیگه یدک کشیدنه. من علی ابن ابی طالب خودش رو نشون میده. بله. درود بر همه آنانی که جهل و خرافات را از مغزشون بیرون راندند. دلم نیومد این ویدیو رو براتون نذارم و در موردش حرفی نزنم. اینجا همان امامزاده داوود است، امامزاده‌ای که نتونست از خودش و مردمش مراقبت کنه و سیل دروازه های حرمش رو شکونده اومد و تو. درست ساعاتی بعد از جنایات مغز پوشالی های خرافاتی و عقب مانده علیه باوفاترین مخلوق آفریده شده خداوند، یعنی کشتار بیرحمانه بیش از 1700 ولاد سگ بی پناه توسط جنایتکاران و حیوان ستیزان سیستم جور و ستم شهرداری، قهر طبیعت آغاز شد و یک مشت جنایتکار و یک عده مردم جاهل خرافی که مخلوق خداوند رو نجس میدونند خشم خودش رو نشون داد.
نه، نجاست سگ فقط در رطوبت دهنشه، فقط نه که دست به سگ زدید نجس شدید، اینجوری نیست. رطوبت دهنش بله نجسه. نجس چیه؟ نادرسته. بول آدمی نجسه، بول خود آدمی نجسه، برازش نجسه. حالا ببینید اون امامزادی که نتونست جلویش سیل رو بگیره و مردمش دست به دامان همون مخلوقی شدن که در ذهنشان نجس میدونن. امیدواریم این اتفاقات زنجیروار ملت جهل و عقب مانده رو بیدار کنه و به طبیعت و موجوداتش احترام بذاره. ایران در این 500 سالی که به غلو تشیع مبتلا شده هرگز اعتدال رو ندیده، نه لایکش نه دیندارش، همشون افراطی هستند. سلام بر شما آقای جواد هدایت شده. سلام بر شما آقای جواد هدایت شده. لایو معمولا 6:30 به وقت لندن شروع میشه. الان رو برنامه زنده هستم که سوال شما رو دیدم. فکر کنم ساعت 10 به وقت ایران شروع میشه. آقای عبدالرحمن توحید تیجی، صوفی های آبی. كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هر بدعتی ضلالته و هر ضلالتی به آتش میکشونه. چه بدعت صوفی باشه که جاده صاف کنه تشیع، چه بدعت تشیع باشه که برابر با درندگی و چرندگی است. آقای عبدالواحد بخاری از تاجیکستان، احمدی نژاد هرگز دروغ نگفته. بفرمایید. احمدی نژاد امامش دروغگویه، خودش دروغ نگفته. درسته میگن سیاست پدر مادر نداره؟ کدوم سیاست؟ کلا سیاست میگن. نه. یعنی سیاست شرافتمندانه داریم؟ بله. یعنی شما تا به حال توی عرصه سیاست دروغ نگفتی؟ دروغ هم خودش هم همینو داره دروغ میگه. نگفتی. حتی به نفع یعنی تمام چیزایی که شما تو مناظره انتخاباتی گفتید همش بر اساس واقعیت بود. اعلام کردم، نشون دادم. تصمیم بیرحمان. آقا بزرگترین دروغش اینه که وقتی رفت تو سازمان ملل گفت که این حالی از نور فراش گرفته، این دروغ با وقاحت. گرفتید؟ نه. بیرحمانه یعنی چی؟ مثلا فلانی باید کشته شه. نه، مگه اصلا رئیس جمهور میتونه راجع به مرگ انسان تصمیم بگیره؟ خیلی از آدما یه ذره قدرت داشته باشن این کارو میکنن. خب همون بده دیگه، اون سیاست فاسد اونه. ما رئیس جمهوری داشتیم که چنین کارایی کرده باشه، دروغ گفته باشه، دستور قتل داده باشه. رئیس جمهور نمیتونه دستور قتل بده. همه حرفاش دروغه.
همه حرفاش خودش یکی از بزرگترین قاتلانه. اگه قاتل این بود که رئیس جمهور نمیشد. در این رژیم قاتلان و جنایتکاران کسی انسان پاک میتونه به پستی برسه؟ نظرتون درباره پوتین چیه؟ پوتین که از جنایتکاران دنیاست. همین پوتین بود که چچن رو ویران کرد، همین پوتین بود که سوریه رو با همکاری قاسم سلیمانی مجرم ویران کرد. درباره ایشون نظر من چیه؟ بله، امام زمان آقای خامنه‌ای حضرت آیت الله پوتین، حجت اسلام پوتین. بله، نه شرقی نه غربی. بفرمایید. دروغ هرچه بزرگتر شیرین‌تر. آقای اشکنام هدایت شده از آذربایجان: شباهت مراسم تشیع و مسیحیت. اگه این موضوع رو بیشتر خواستید مطلع بشید، کتاب تشیع علوی و صفوی آقای شریعتی رو بخونید. مفصل اینجا ذکر کرده که چطور همه مراسمی که صفوی وارد کردن از کلیسای کاتولیک مسیحیت بود. ولذا من تشیع رو شاگردان کلیسا و کنیست می نامم. اونایشون که میگن حضرت مسیح به دار کشیده شده و اعدام شده. حتی یک قسمتی هست، یه جایی هست در واتیکان، یه صخره‌ای هست، سنگی هست، میگن یه قطره خون حضرت مسیح وقتی میخواستن بکشندش بالا دار چکیده روی این سنگ. همین کار رو عیناً شیعیان انجام میدن. هر ساله میان مسیحی ها میان نیمتنه لخت منطقه نمیذارن اینا فیلماش به ماها برسه. یه عده از آقایون فیلم گرفته بودن، بعضی ها آورده بودن تا همین ایران. میاد قشنگ کاسایی هست کوچیکه، اینا رو شیشه میگذارن و لبای تیزی داره و بعد برمیدارن، اینا منظم هم هست، منظم چیدن، برمیدارن خشم میندازن به سینهشون، به بازوهاشون و حتی زناشون میان خودشون رو زخمی میکنن برای حضرت مسیحی که به اعتقاد قرآن ما و ما قتلوه و ما صلبوه ولکن شبه له زنده است. ولی خب عزاداری دارن، شام آخر دارن، عشای ربانی، مراسم مختلف، بودایی ها و دیگرون، اینا همه ملل عزاداری دارن و این چیزی نیست که همه این عزاداری ها جهالته. همه این عزاداری ها در اسلام نادرسته. همه این عزاداری ها من درآوردی بدعته. شما مطلبی از اینشتین آوردید، نمیدونم. قرآن کتاب جبری هندسه نیست، بلکه مجموعه از قوانین است که بشر را به راه صحیح هدایت میکند، راهی که بزرگترین فیلسوفان نمیتونن آن را رد کنند. آلبرت اینشتین. خب خودش چرا قبول نکرد؟ اگر آقای اینشتین راست میگه، چرا خودش این کتاب رو قبول نکرد یا اعلام نکرد؟ اینشتینی که خودش هم یهودیه، دانشمند یهودیه. اگر این حرفش راسته، حقیقت رو فهمیده و قبول نکرده، روز قیامت مؤاخذه میشه. اگر نه بهش نسبت میدن، خدا داند.
آقای مهران کشاورز علیکم السلام. آقای دکتر بعد از 9 ماه اولین بار برنامه‌تون را زنده می‌بینم. خیلی دلم براتون تنگ شده بود. سلامت باشید. خدا حفظتون بکنه. آقای زاهد احمدی معلول نخایی که خداوند صبر و شفاتون بده. انا الله و انا الیه راجعون. گر بپرسی ز من جرم تو چه بود، گویمت جرم من لا اله بود. کافران آمدن بهر قتل ما، مسلمین بی وفا گشته ای خدا. مسلمین بی وفا گشته ای خدا. ای خدا ای اله سرزمین من، غرق خون شهیدان شده وطن. کودک و نوجوان هر دم ستاره ای به زمین میکشند و باز این آسمان غمزده غرق ستاره هاست. 500 ساله که اهل سنت این چنین در ایران ترور میشند به دست تشیع و باز عبدالحمید یا امثال عبدالحمید بگند که رهبر ما خامنه ای در جرمشون هم شریکند. مثلا حضرت امام تعبیری داشتن خطاب به مردم که مردم ما هم دین شما و هم دنیای شما را آباد میکنیم. فکر میکنید چقدر جمهوری اسلامی پیامبران و امامان هر چرا که گفتند خودشون هم عمل نکردند؟ یعنی چی؟ این چه کفریه؟ در تحقق این اهداف موفق بوده؟ من سوال بتونم برگردونم به شما. خود پیغمبر ما قولوا لا اله الا الله تفلحوا الیوم اکملت لکم دینکم قدیر، امام هم علو گرفته بود از اونها دیگه که بالاخره ما درست میکنیم دین شما رو، دنیای شما رو عرض میکنم توحید میاریم، چی میکنیم. چقدر موفق بودن. یعنی واقعا تشیع همینه. نگاه چپه تشیع که قلبهاشون چپه همینه. اسلامو ناقص میدونن ولذا دنبال یک موهومی هستن، در صورتی که همه عاقلان دنیا میدونند که پیامبر خدا علیه السلام موفق ترین فرد تاریخ بشریته، بلکه تنها فردی است که جامعه نمونه خودش را به دست خودش ساخت و تحویل بشریت داد و گفت اینم الگوی شما. اگر کسی خواست این مطلب رو بهتر بخونه، بهتر بدونه، صورتان متضادتان، دو چهره متضاد از کوشش های پیامبر و یارانش در نزد اهل سنت و جماعت و شیعیان، این کتابی است که مولانا ابوالحسن ندوی نوشته به زبان عربی، بنده ترجمه‌اش هم کردم و میتونید این کتابو بخونید. خب دوستان، کم کم رفع زحمت میکنم. امروز هدایت شده هیئتی رو نداشتیم و موحد خمینی هم نداشتیم و مدت هاست که آقای ابو فارس هم نداریم. هر جا هست خدا حفظش کنه، چه بسا در زندان باشه خدا نکرده. و آقای شیخانی رو هم امروز نداشتیم. همه شما رو با خدای بزرگ میسپارم. شب روزتون خیر هر جا که هستید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. همچو شمع لاله سوزم در خیابان شما، ای جوانان عجم جان من و جان شما. عجب رسمیه رسم زمونه، قصه باد و برگ خزونه. میرن آدما از اونا فقط خاطره هاشون به جا میمونه.
اگر رسمی